یک شبی مهمانی آمد در مسجد، رسول علیه السلام در خانه متوجه شد که نانی برای خوردن نیست. صدا کرد که مهمان رسول الله را کی میبرد در خانه خود؟ یک صحابی گفت من. اونجا که خانه رفت، همسر گفت که به اندازه یک نفر بیشتر نان نداریم داخل خانه، ولی چون مهمان رسول الله هست، مهمان هست، لذا من کاری میکنم بچه ها را گرسنه به یک بهانه میخوابانم. و شوهر میگه که تو بچه ها را اول بخوابان و وقتی که نان خوردن شروع شد چراغ را خاموش کن و من دست خود را داخل کاسه تا و بالا میکنم، نان نمیخورم که مهمان سیر بشود. زن بچه ها را گرسنه خوابانید و شوهر وقتی که کاسه گذاشته شد اشاره کرد به طرف زن، زن چراغ را خاموش کرد و غذا خوردن و نان خوردن شروع شد و نان خورده شد، مهمان سیر شد، کلی خانواده گرسنه خوابیدن. صبح که مسجد رفت، رسول علیه السلام فرمود شما چیکار کردید دیشب که الله از آسمان ها به من خبر داده که تو در میان یاران خود چنان فداکارانی داری که دیشب گرسنه خوابیدن. طفلهای معصوم گرسنه خوابیدن، ولی خودشان مهمان را فقط سیر کردند و چی رقم برنامه ریزی کردم. الله در آسمان ها به ملائکه گفت که ملائکه من ببین در میان انسان ها چی فرشته صفتانی وجود داره. تو صحابی من تو چی کار کردی؟ رسول علیه السلام فرمود که آسمان ها بلرزه در آمده است.